خدمت تمام دوستان عزیز وریزیتان از طریق خود اپلیکیشن آپلود بکنید. دیگه نیاز نباشه که در واتساپ های همکارای ما در بخش پشتیبانی شما فیشتان روان بکنین، منتظر باشین که تا فیش شما تایید بشه و به حساب شما اضافه شود. در قسمت پایین قرار است که اینجا اضافهش کنیم. برای فعلا بعد در قسمت رو حواله کلیک بکنین. بعد از کلیک نبودن حواله در قسمت پایینی اینجا افزودن فیش کلیک میکنین روی فیش. بعد در این قسمت پایینی نوشته است که افزودن فیش. بعد از او افزودن فیش هم میزنی. اینجا کارت مقصد با کدام کارت مفاد، مثال با کارت ثقبت الله شریفی ما 1 میلیون واریز کردیم. اینجا در قسمت پایینی نام اینجا نو فیش میزنی. نو فیش فرض مثال کارت با کارت از طرف آخر دومیش. و اینجا باید مبلغتان دقت بزنید. 1 میلیون تومان. پایین زیرنویس هم میشه 1 میلیون تومان. با تومان میباشه، با ریال نمیباشه. ساعت هم اتومات خودش میده. اینجا یک کد پیگیری از شما میخواد دیگه. بعد در قسمت اولی که است و فیش واریزی است، دیگهش اختیاری است. شما هم اولیشه میری روی گالری تان در قسمتی که فیشی که واریز کرده عکسش داری اینجا رو فیش میزنی. بعد از اینکه فیش روش کلیک کرده رقم برای شما باز میشه. خواستین کوچیک میکنین یا بزرگ، ولی من کامل میخوام صاف فیش بره و برش ارسال شد. اینجا روی تایید میزنیم. بعد از تایید نمودن صبر میکنم. خب اینجا فیش ما استارت شد. اینجا روی ثبت میزنیم. وقتی که شما ثبت کردین بعد چند لحظه به حساب شما اضافه میشه. نه شما وقتتون گرفته میشه و نه دیگه، چون که رقمی باید در نوبت استارت شوین تا فیش شما پیگیری بشه. زودتر کار شما انجام میشه و بازم که دوستایی که نمیتونن مشکل نیست، از طریق واتساپ هم پیگیری میشه.